السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله امروز به یاری پروردگار میخواهیم که یک منتوی با کدو برای شما عزیزان آماده بسازیم. ما یک کدوی کلان خریدیم. این کدو را انشاءالله که نه تنها منتو، باز چند چیز دیگر هم در نظر هست. فقط برای شما امروزش منتو را درست کردنش نشان میدیم. منتوی با کدو آسان است، ساده است، شما خودتان همتون میفهمین. خب حجمش هم کلان است، 1 متر فهمیش است. دیگه 60 کیلو وزن دارد. حالا شروع میکنیم با بریدن کدو. دیگه ما یک کارچه و یک اره داریم در دستمون. خب ببینیم که با کدام از اینا میتونیم میره بریده. اول شروع میکنیم با کارچه. بسم الله الرحمن الرحیم. از کدام طرف شروع کنیم نمیدونیم. خب به هر حال از طرف راست میبریم. بسم الله. بینندگان عزیز نشد، باز هم این اره را میگیریم، با اره قطعی شروع میکنیم. این بازم بسم الله. این ماشاءالله کدوی بسیار کلان خوب، درونش خالی. خب این باز یک قسمیگش هم میبریم. اینا بینندگان عزیز، حال شروع میکنیم میده کردن کدو را. باز شما دوام نوارا میبینیم. ما کدوی کلان را میده کردیم. حالا برای شما نشان میدهیم که پوستی را جدا کردنشه. و شما همتون میفهمین. باز به هر حال پوستی قفس میباشد. کدوهایی که میده که هستن اونا پوستاشون تنکتر است. کدوی کلان است، پوستش قفستر است. این حالی ما باید که پوستش بگیریم. ببینید چقدر پوستی قفس میباشه. باز این طرف بالاش هم میخوریم. این به همین ترتیب قطعی بینندگان عزیز همه کدو را با پوستش میگیریم، تازه میکنیم. بینندگان عزیز ما کدو را میده کردیم، پوستش جدا کردیم. حال نوبت به گذراندن کدو میشود. ما ایره باید که از تراشک گذرانیم. بینندگان عزیز و گرامی، حالی ما خمیر منتو را آماده میکنیم. خمیرش نشان میدهیم برای شما عزیزان. ببینید در اینجا ما 2 دانه تخم داریم. تخم رو در ظرف میگیریم. 2 قاشق روغن هست، تخمینا 10 میلی لیتر روغن. روغن رو همراه کردیم. خب حالی این را میکوبیم. ما فعلا در اینجا نیم لیتر آب هست. این را ما در استکان خود چین میکنیم. میبینیم که چقدر آب لازم میشود. ببینید بسم الله. اول 1 استکان باز میکوبیم. این را اینا 2 استکانش هم میگیریم. یک نصفش میریزیم و نصفش هم میگذاریم. در اینجا 25 گرم نمک است. نمک را همراه کردیم. حال بینندگان عزیز 1 کیلو آرد است. ما گفتیم همیشه کوشش کنیم آرد را الک کنیم. همین ترتیب قطعی آرد را الک میکنیم. 1 کیلو را همیشه خمیر میکنیم. این بینندگان عزیز تقریبا 5 دقیقه وری خمیرمون سم کردیم. خمیر حالا میگذاریم یک طرف که یک کم تر دم بگیره. اولاش عکس میپوشونیم، میگذاریمش یک جا دم میخوره. تا دم خوردن ایره ما چیکار میکنیم؟ کدو را همراه پیاز میده میکنیم. گفتن نماند زولایی که گرفته بودیم ایره باید ما 2 قسم کنیم، چون که اگر 2 قسم کردیم تنک کردنش آسان‌تر میشود. 2 دانه زوله میگیریم.
اینا به همین شکل قطعی بالاش یکون سلفن میگذاریم تا که یکمتر دم بگیره. یک چند دانه را نشان میدیم کدو را گذراندنشه. اینا را میگیریم. بسم الله. ببینید بینندگان عزیز، اینا به همین شکل باشد. کدو را همشه ما از ترک تراشک میگذرونیم. پیاز را میگیریم. فقط خواستم یک برای شما نشان بدهم. اینا میخیل قدر چی کلان کلان نباشد کوبیک ریزه میکنیم. میره اینا و اینا بینندگان عزیز، پیاز را همچنان میده کردیم. حالی ما 6.5 کیلو کدو را گذراندیم از ترک تراشک. در اینجا فعلا 3 کیلو پیاز را میده کردیم. پیاز هم همراه میکنیم در بالای کدو. ببینید 3 کیلو پیاز را میده کردیم. انا بینندگان عزیز، در اینجا ما داریم روغن است. 240 میلی لیتر روغن است. روغن را میریزیم در بالای پیازمون. 60 گرم نمک است. نمک را همچنان 20 گرم مرچ سیاه است. مرچ سیاه را همراه کردیم. 5 گرم قلرفتکای سرخ، 5 گرم از این. 5 گرم هم زیره. زیره را پرتاتیم در گلاشم. حال نوبت به آمیخته کردن رسیده است که باید ما کدو و پیاز چیزایی که همراه کردیم حرالش کنیم. اینا را لاتایی که نامبر کردیم شما میتونید که یکمتر زیادتر پرتین برای خودتان باز مزهش ببینید که مزه تیزتر میخواهین یا که شورتر میخواهین. برای ما قدرش بسنده است. خمیر ما رسیده است، دم خورده است. یک زبالش میگیریم، یکمتر آرد در زیرش میپوشیم. یکمتر در بلاش. حالا این را چکار میکنیم؟ تنگ میکنیم. ببینید بینندگان گرامی، خمیر به این اندازه تنک شده است. بس اگر زیادی باید تنک کم کنیم کدو آب میبرد، باز دیگه کم قین‌تر میشه. خمیر رو جمع میکنیم. خمیر رو جمع کردیم. این چکار میکنیم؟ به همین ترتیب قطعی ببینیم. یعنی خیلی اندازه میگیریم. خب رزمیرش میگیریم که ببریمش. بطنو کرده میره گذاشتیم. باید که شو کنیم ببریم میره. اینه به همین رزمیره قطعی. ما خمیر رو که بریدیم این طرف میگردونیم بالای یکدیگر تنکشان میکنیم. اینه به همین شکل تنک کردیم. روی هم گذاشتیم اینا را. حالا چکار میکنیم؟ باز میبریم. اینه که بریدیم حالا تنک میکنیم اینا را برای مانتو را پیچاندن. دیگه ای آماده شده است. لیستمونه بگیم که روغن میشکیم. قبل از مانتو را موندن روغن میشکیم در لیست. ببین عزیزان، روغن را شکیدیم. حالا میگیریم
از کدویی که آماده کرده بودیم یک قاشق در بالای هر کدوم اینا میگذاریم تا که اینا رو پیچونیم. منطور را پیچوندنش شروع میکنیم. تو وقت از با خودش میفهمه چه رقم پیچونه و به این شکل آسان میشه. این شکل آسان این طرف محکم کردیم. این حال میگذاریم. باز این یک طریقش هم همین خیل اینه خپیدیم. خب اینا به همین ترتیب همه این خمیرمونه میپیچونیم. نوازی ما دیگه تازه گذاشتیم در بالای تهدگی. اینا به همین شکل گذاشتیم. ولی ما این را آب پر میکنیم. آب هم زیاد پر نباشد. تو فرمی اندازه ها باید آب پر کنیم تا که منطقه ها را میاریم میگذاریم. این آب باید بجوشد. آتش زیرش سوخته شده است. ما آب پر کردیم میره زیادی بد نه تا اونجای خطی که میبینیم تا اون خط بسنده است. ولی دهانی را میپوشیم منتظر میشیم که آب جوش بیاد. منطقه را پیچوندیم. از ما لیستمون یک ذره کلانتر هستن. 3 دانه لیست میبرد من دیگه منطقه. بینندگان عزیز این آب جوشیده شده است ولی منطقه را میگذاریم. بسم الله. این قبط دومش هم میگذاریم. قبط سومش این سرپوش هم میگذاریم. بینندگان عزیز این نزدیک 1 ساعت شده است. این منطقه آماده شدن. بسم الله ببینید. میگیرم بالایش یک طرف میگذاریم. یک کمتر شمالش هم بزنه. این منطقه آماده شدن. حال در یک طبق میگیریم. اینا بسم الله. منطقه ها را در طبق گرفتیم. اینا در برش هم جرغات داریم. شما هر رقمی که خوش دارین با جرغات است و با زیربای است میتونین استفاده کنین. مرحمت همراهی ما نوش جون کنین. نوارهای ما را به یاران دوستاتون روان کنین. آبونه شدن فراموش نکنین. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.